بعضی وقتا بعضی از مشتریامون سفارش استیک به حساب قطعه استیکی ریبای یا تیبون میدن، میگن 450 گرم باشه، 500 گرم باشه و این رو ما وقتی براشون ارسال میکنیم اعتراض میکنن که این ضخامتش کم هستش و این باید حتما 2 سانت و نیم 3 سانت ضخامت داشته باشی حداقل. و خدمت شما عرض شود مثلا گوشت مناسبی رو ما نمیتونیم به این ضخامت به شما بدیم که کیفیت داشته باشه، چربی میان بافتی داشته باشه و مناسب بحث استیک هاوس باشه. این دائما یه مسئله‌ای که ما با شف‌ها و مالکین رستوران تو این قضیه داریم. شما این قضیه رو یه راهنمایی داشته باشید ممنونتون میشم. ببینید مسئله خیلی ساده است. ما توی برش‌ها یه استاندارد داریم. مثلا موقعی که میگیم فیله استیک یا استیک فیله، حالا بعد از شات بریان، یه چیزی حدود 200 تا 300 گرم. این حالا خیلی فاکتورها توش اثر میذاره. اینی که فیله گاو انتهاش چه قطری داشته باشه بستگی داره که این فیله 4 کیلو 5 کیلو، در حالی که ما شما بهتر میدونید استیک فیله توی ایران معمولا 2 کیلو 2 کیلو نیمه. خب این قطعش خیلی کوچیک‌تر میشه، یعنی اگر بخواید شما 300 گرم از این ببرید باید یه 6 سانت از تای فیله رو ببرید، بعدم احیانا یه کوبشی روش بدید که بشه یه فیله استیک. فیله مینیون، مدالیون، تورندو، اینا همه وزن استاندارد دارن. این وزن استاندارد به خاطری که ما تو ایران فیله هامون استاندارد نیست یه مقدار تغییر میکنه. بعد یک عامل مهمتر پشت این قضیه است، مردم ایران گوشت رو کاملا پخته میخوان بخورن و یکی از راههایی که این گوشت پخته بشه اینه که نازک باشه. دوستانی که گوشت سفارش میدن باید اول یه پژوهشی بکنن در زمینه وزن استاندارد. مثلا شما وقتی میگین پورتر هاوس یه تیکه استیک، یه تیکه به اصطلاح فیله داره، یه تیکه راسته داره، به اصطلاح کف وزن این باید حدود 650 گرم که دیگه میره تا 800 گرم، میره تا 1 کیلو 200 1 کیلو 400 هم میره. این گوشت تکه 1 و 400 یا 800 گرمی رو اصلا کم بشو بگیریم، 650 تا 800 گرمشو توی ایران راحت مردم نمیتونن بخورن، چون توش به هر حال چی میمونه؟ یه مقدار قرمز و نپخته میمونه. راه داره ها که یه مارک بکنن، یه مثلا حرارت اولیه رو، شوک اولیه رو گریل بش بدن، بعد اینو بذارن تو فر که میان پخت بشه، مغز پخت بشه. ولی خب خیلی ها به خاطر مسائل فاکتور زمان و نمیدونم فشار مشتری این کارا میکنن، مجبور میشن یه چیزی رو سفارش بدن، بعد میخوان از شما که یه استانداردی براشون بچینید که هم قطرش درست باشه هم مردم هم راضی باشن. آرام شما این سفارش اینجوری رو جلوشو بگیرید، یعنی مقابله بکنید، براشون توضیح بدید، یا اینی که بگید گزینش دیگه رو بذارن توی منوشون، به جای که مثلا پورتر هاوس بذارن که باید ضخیم باشه و احیانا مردم نمیپسندن، یه گزینه دیگه رو به مردم ارائه بدن. آرام خیلی چیزا تو ایران تغییر کرده دیگه، اینم استاندارد میشه و تغییر میکنه.